دهه 1920 ریاضیدان آلمانی دیوید هیلبرت یک آزمایش ذهنی معروف ابداع کرد تا بهمون نشون بده چقدر دشواره که ذهنمون رو با مفهوم بی‌نهایت درگیر کنیم. یه هتل رو در نظر بگیرید که بی‌نهایت اتاق داره و یه مدیر شب سخت کوش توی اون کار میکنه. یک شب هتل بی‌نهایت کاملاً پر میشه. تمام اتاق‌ها توسط بی‌نهایت مسافر پر شدن. مردی وارد هتل میشه و تقاضای اتاق میکنه. مدیر شب به جای اینکه تقاضاشو رد کنه، تصمیم میگیره اتاقی براش مهیا کنه. اما چطور؟ به راحتی از مسافر اتاق 1 میخواد که به اتاق 2 بره. بعد از مهمون اتاق 2 میخواد که به اتاق 3 بره و به همین ترتیب هر مهمون از اتاق شماره N به اتاق شماره N به اضافه 1 منتقل میشه. از اونجا که تعداد اتاق‌ها بی‌نهایته، اتاقی جدید برای همه مهمونای قبلی وجود داره. این مسئله اتاق 1 رو برای مشتری جدید خالی میکنه. این روند میتونه برای هر تعداد متناهی از مهمان‌ها ادامه پیدا کنه. اگه مثلا یک اتوبوس با 40 مسافر به هتل بیان و اتاق بخوان، همه مهمون‌های هتل فقط باید از اتاق N برن اتاق N به اضافه 40. به این ترتیب 40 اتاق اول خالی میشن. اما حالا یک اتوبوس بی‌نهایت بزرگ با تعداد نامتناهی مسافر برای کرایه اتاق مراجعه میکنن. کلید توی تعداد نامتناهیه. حالا اتوبوس بی‌نهایت با بی‌نهایت مسافر ابتدا مدیر رو سردرگم میکنه. اما متوجه میشه که راهی هست تا به همه مسافرها اتاق بده. اون از مسافر اتاق 1 میخواد تا به اتاق 2 بره، بعد از مسافر اتاق 2 میخواد تا به اتاق 4 بره و از مسافر اتاق 3 میخواد به اتاق 6 بره و همینطوری. هر مسافر از اتاق N به اتاق 2N میره و به این ترتیب بی‌نهایت اتاق که شماره زوج دارن اشغال میشن. با این کار اون حالا بی‌نهایت اتاق با شماره فرد رو خالی کرده که بعد توسط مسافرای اتوبوس بی‌نهایت پر میشن. همه خوشحالن و کاروبار هتل از فرط رونق در حال انفجاره. خب در واقع رونقش مثل همیشه است، با درآمد بی‌نهایت دلار توی یک شب. آوازه این هتل باور نکردنی همه جا میپیچه. مردم از راههای دور و نزدیک به اونجا سرازیر میشن. یه شب اتفاق غیرمنتظره میفته. مدیر شب بیرون رو نگاه میکنه و صفی بی‌نهایت از اتوبوس‌های بی‌نهایت بزرگ میبینه که هر کدوم بی‌نهایت مسافر دارن. چیکار میتونه بکنه؟ اگه نتونه اونها رو بپذیره، هتل مقدار بی‌نهایتی پول رو از دست میده و قطعاً از کارش بیکار میشه. خوشبختانه به یادش میاد که در حدود سال 300 پیش از میلاد اقلیدوس ثابت کرده که بی‌نهایت عدد اول وجود داره. خب برای به انجام رسوندن این کار به ظاهر ناممکن، پیدا کردن بی‌نهایت تخت برای بی‌نهایت اتوبوس با بی‌نهایت مسافر خسته، مدیر شب هر مسافر هتل رو به اتاقی با شماره اولین عدد اول 2 به توان شماره اتاق فعلی اونها منتقل میکنه. بنابراین مسافر فعلی اتاق شماره 7 به اتاق 2 به توان 7 فرستاده میشه که میشه 128. بعد از اون مدیر مسافران اتوبوس بی‌نهایت اول رو میپذیره و اونها رو به اتاقهایی با شماره عدد اول بعدی 3 به توان شماره صندلی اونها توی اتوبوس میفرسته. پس کسی که روی صندلی شماره 7 توی اتوبوس اول نشسته بود به اتاق 3 به توان 7 فرستاده میشه یا همون اتاق 2187. همین کار رو برای تمام مسافرای اتوبوس اول انجام میده. مسافر اتوبوس دوم به اتاقایی با شماره توانهای عدد اول بعدی 5 فرستاده میشن. اتوبوس بعدی به توانهای 7، اتوبوس‌های بعدی توانهای 11، 13، 17 و به همین ترتیب. از اونجا که هر کدوم از این عددها تنها دارای عوامل 1 و توانهای طبیعی عدد اول پایه خودشونن، هیچ همپوشانی بین اتاقها پیدا نمیشه. همه مسافرای اتوبوس‌ها با استفاده از روش اختصاص اتاق واحد بر اساس عدد اول خاص توی اتاقها گنجونده میشن. به این طریق مدیر شب میتونه همه مسافرای همه اتوبوس‌ها رو اسکان بده. با این حال تعداد زیادی از اتاقها خالی میمونن، مثل اتاق 6، چون 6 توان هیچ عدد اولی نیست. خوشبختانه رؤسای اون توی ریاضی خیلی خوب نیستن، پس شغلش در امانه. روش استفاده شده توسط مدیر هتل تنها به این دلیل امکان پذیره که هتل بی‌نهایت در واقع یک کابوس منطقیه و تنها با پایین ترین درجه بی‌نهایت سر و کار داره. یعنی بی‌نهایت عدد طبیعی قابل شمارش 1، 2، 3، 4 و به همین ترتیب. گیورگ کانتور این درجه بی‌نهایت رو الف صفر میخونه. ما برای شماره اتاقها از اعداد طبیعی استفاده میکنیم، همونطور که برای صندلی اتوبوس‌ها. اگه با درجه بالاتری از بی‌نهایت سر و کار داشته باشیم، مثل بی‌نهایت توی اعداد حقیقی، این روش‌های ساختاری دیگه پاسخگو نیستن
و هیچ روش قاعده‌مندی برای دربر گرفتن همه اعداد وجود نداره. هتل بی‌نهایت عدد حقیقی دارای اتاق‌هایی با شماره منفی توی زیرزمین و اتاق‌های کسریه. پس کسی که توی اتاق 2/1 قرار داشته باشه همیشه مشکوکه که اتاقش کوچیک‌تر از اتاق 1. اتاق‌های رادیکالی مثل اتاق رادیکال 2 و اتاق عدد پی جاییه که مهمون‌ها همیشه انتظار دسر مجانی دارن. کدوم مدیر هتلی که به خودش احترام بذاره حاضر میشه اونجا کار کنه، حتی با حقوق بی‌نهایت؟ اما گذشته از هتل بی‌نهایت هیلبرت که هیچ وقت جای خالی نداره و همیشه اتاق برای مسافر بیشتر هست، داستان با یک مدیر هتل همیشه سخت‌کوش و شاید بیش از حد مهمان نواز همراه بود تا بهمون یادآوری کنه که چقدر سخته که ما ذهن نسبتاً متناهیمون رو با مفهومی به بزرگی بی‌نهایت درگیر کنیم. اما شاید شما بعد از یه خواب شبانه خوب بتونید تو حل این مسئله کمک کنید. اما صادقانه بگم، احتمالش وجود داره که ما ساعت 2 ازتون بخوایم که اتاقتون رو عوض کنید.